من مهریه رو قبول ندارم. انگار یه نوع اخاذی حساب میشه تو جامعه الان. من فکر کنم مثلا من زیر 30 سالگی همه چی رو بسازم، همه چی بیام داخل رابطه، بعد شما فقط توی رابطه تشریفو بیاری، بعد تازه از رابطه‌ام خواستی تشریف ببری، اونم تازه من مهریه بدم. آره اصلا به نظر من چه چیزی منطقی که نیست که. منم باید خیلی چیزا رو حفظ کنم وقتی میام با شما تو رابطه. ببین مهریه مال یه زمانی بود که میگفتن دختر با لباس سفید میاد، با کفن سفید میره. اصلا کلمه مطلقه خودش کلمه زشتی، با معنای منفی خیلی زیاد داشت. ولی الان چی؟ چند تا از دوستای دور و بر خودت مطلق هستن، طلاق گرفتن خیلی راحت شده. من میگم که تو جامعه الان حتی در همین شرایط کنونی حتی بگو 14 تا سکه سخت دادنش، به همین راحتی تو نمیتونی مهریه رو قبول بکنی. من میگم که اوکی یه دختر و پسر با هم دیگه ازدواج میکنن، بعد از ازدواجشون هر چیزی به دست آوردن نصف نصف. شما خیلی چیزا رو دست ندادی دیگه، منم خیلی چیزا رو به دست آوردم. بیا نصف نصف کنیم بعد رابطه همه چی. اگه با هم دیگه خونه خریدیم خونه نصف نصف، اگه با هم دیگه ماشین خریدیم ماشین با هم دیگه نصف نصف. ولی این که شما خواستی بیا داخل رابطه من همه چی بسازم تازه 14 تا سکه حداقل من بخوام به شما بدم، واقعا منطقی نیست. خب من یه سوالی دارم، اگر مهریه نباشه پشتوانه دختر تو زندگیش چی؟ پشتوانه پسر چه چیزی؟ اگه دختر خیانت کرد چه؟ اگه دختر دیگه دلش نلرزه واسه پسر چی؟ نمیتونیم بگیم که پشتوانه است. من میتونم بیام بگم یه با هم دیگه مهارت زندگی کردن رو یاد بگیریم، مهارت رابطه و گفتگو رو یاد بگیریم، سوادمون رو میبریم بالا. من تراپیامو میرم، مشکلاتم با خودم حل میکنم، 4 تا کتاب واسه شناخت بهتر شما میخونم. اون موقع میتونم بگم میتونم تو رو بفهمم. اگر مشکلی پیش اومد مهارت حل مشکل بلدم، تو هم بیا همین کارو بکن. ولی چرا بخوای جلو چشی بکنی که اگه من از رابطه رفتم 4 تا سکه حداقل تو باید بدی؟ من قبول ندارم.